الان این پرونده موضوعش اتهام شماست، نه به عنوان کسی که داری مستند میسازین و به عنوان یک کارگردان، به عنوان متهم پرونده حفاری غیر مجاز. 80 یه رو چکار قشنگی حسام فکر کردنش با این چیزی که مثلا حالا در میاد جلو چشت خیلی تفاوت داره. اینی که شاید سرتو میذاری رو بالش آخ در بیاد آخ فلانی حرفا، تا اینی که جلو چشت تو دستت باشه خیلی تفاوت داره. همونطور که خودتون اقرار دارین به این موضوع که در واقع مدیریت این گروه رو بر عهده داشتید، همونطور که ما میدونیم اصلی کاری شما این، ولی در هر حال چرا همچین خطری کردین؟ چرا همچین ریسکی کردید؟